درود بر شما، بیژن فرد هستم با قسمت 7 اقتصاد کلان. این موضوع این قسمت اقتصاد بین المللی میخوایم راجبش صحبت بکنیم. اقتصاد بین المللی که توش به تجارت کشورها با همدیگه میپردازیم. میخوایم آزادی این تجارت و تجارت آزاد بررسی کنیم یا در نقطه مقابلش بدون تجارت، بسته، منع واردات و عملاً حمایتگرایی رو بررسی بکنیم. یک سری سرفصلایی هست که ما امروز بر اساس کتاب اصول اقتصاد دکتر محسن نظری واسه این قسمت آماده کردیم. اونم این که چرا اصلا کشورها با هم دیگه تجارت میکنن، مزیت مطلق و مزیت نسبی چیه که ما ازش توی تجارت استفاده میکنیم. اونایی که مخالف تجارت بین المللی هن مثلا میگن آقا واردات آیفون رو لغو کن، واردات بنز رو لغو کن. استدلالشون چیه؟ چرا میگن که باید ما جلوی واردات رو بگیریم یا واردات رو بسیار گرون کنیم؟ بعد از اینکه اینا رو بررسی کردیم، جوابشون رو دادیم، میرسیم به بحث زیبایی ارز و نرخ ارز و دلایل و نظام‌های ارزی و اینکه چه عواملی میتونه روی این قیمت ارز تأثیر بذاره. قطعاً چیزیه که ما تریدرها، ما فارکس کارا دنبالشیم، میخوایم یادش بگیریم، میخوایم از بیخ و بنی و دیگه نمیدونم بنیان و هر چی که هست کشفش کنیم. بعد از اینکه هم راجع به ارز قشنگ صحبت کردیم، میرسیم به بحث دخالت توی بازار ارز. شما یه سری چیزا رو یاد گرفتی، بعدش میام یه سوال مطرح میکنم در مورد دخالت توی بازار ارز و انتظار دارم همتون بهش جواب بدید. 800 تا بازدید، 800 تا کامنت میخوام و جواب به این سوال خیلی مهمه. و در نهایت هم ترازهای پرداخت‌های بین المللی، تراز خروج، ورود و این ترازی که ما عملاً میبینیمش توی اینترنت و مثلا توی تقویم اقتصادی فارکس و اینا، در مورد اون میپردازیم، عوامل مؤثر بر اون رو توضیح میدیم و حرفه‌ای با من همراه باشید. همین الان اگه موضوع رو دوست داشتی لایکو بزن، کامنت هم ثبت کن، اون سوالمو بپرسم، کامنتتو هم بذار. اگه دوست داری هر هفته ویدیوهایی در مورد کار ترید، کسب درآمد، اقتصاد و دیگه کسب و کار و پول در آوردن و اینجور چیزا ببینی، مطمئن شو که کانال یوتیوب رو سابسکرایب کردی. نمیگم سابسکرایب کن، میگم مطمئن شو که سابسکرایب کردی، چون که یوتیوب سابسکرایب های ایرانی‌ها رو به خاطر فیلتر شکن حذف میکنه. نوتیفیکیشن هم که بزنی، هر هفته که ویدیو بذارم بهت خبر میده، در نتیجه چیزی رو از دست نمیدی. برو برسیم به بحث اصلیمون و سرفصل اول. چرا کشورها با همدیگه تجارت میکنن؟ مثلا شما نگاه میکنی میبینی ماشینایی که داره وارد ایران میشه چینی، ماژیکایی که داریم استفاده میکنیم ژاپنی، لباسا هم که همه از دم ترک، دیگه نمیدونم وسایل پلاستیکی و اینا هم یه دفعه میبینی تایوان و اینور اونور. موبایل هم که معمولا از کره، چون از آمریکا هم بود ولی خب کنسل شد. چرا خب ما تجارت میکنیم؟ چرا باید بیایم پول بدیم از کشورهای دیگه لباس و نمیدونم غذا و گندم و موبایل و اینجور چیزا رو وارد کنیم؟ مگه خودمون مچلیم نمیتونیم تولید بکنیم؟ چرا به خودکفایی نرسیم؟ این جمله رو شنیدید ها؟ چرا به خودکفایی نرسیم؟ چرا خودمون تولیدش نکنیم؟ اصلا بذار من یکم سوال براتون ریزترش کنم، شخصیش کنیم. تو یه فرد، تو یه نفر، چرا خودت به تنهایی غذاتو نمیپزی، لباستو نمیدوزی، دیگه نمیدونم موهاتو کوتاه کن، دیگه آشپزی کن، کشاورزی کن، برو توی کار صنعت، بچه دار شدی بچه‌تو بهش آموزش بده، براش پزشکیشو فراهم کن. چرا این کارا رو نمی‌کنی؟ ممکنه الان با خودت برگردی بگی آره من میکنم، یا من میخوام این کارو بکنم، میخوام به اون درجه برسم که همه فن حریف باشم و همه کاره باشم. آیا تو میتونی غذایی رو درست بکنی که یک آشپز متخصص میتونه درست بکنه؟ تو میتونی لباسی رو بدوزی همزمان که اون غذا رو داری درست میکنی که یک خیاط متخصص این کارو میکنه؟ آیا میتونی به اون کیفیت حد اعلایی که میشه انجام داد تمام اون کارهای همه کاره و همه فن حریف تو انجام بدی، حتی کیفیتش از همه اون متخصصا؟ اینجاست که جوابت قطعا خیره. در نتیجه ما میرسیم به یک دوره‌ای مثل دوره جامعه امروز، برخلاف چند هزار سال پیش، که من میام لباس میدوزم، لباسم رو توی بازار با پول مبادله میکنم، با اون پول
مواد غذایی میخرم، به جای اینکه کشاورزی کنم، دامپروری کنم، گوشت تیکه شده میخرم، نمیدونم گندم و آرد شده میخرم و مبادله میکنم. در واقع جامعه تشکیل شده از ما شخص‌های متخصصی که خدمات و محصولاتمون رو به فروش میذاریم و در نهایت یک چیزی دریافت میکنیم به اسم پول. اون پول رو میبریم باهاش خدمات و تخصصی که توش تخصص نداریم رو میخریم، پزشکی رو میخریم، امنیت رو میخریم، مدرسه رو واسه فرزندامون میخریم و عملا اینجوریه که چرخ جامعه داره میچرخه. این موضوع، همین موضوع ساده که هر کسی کار تخصصی خودش انجام بده، باعث میشه افراد متخصص بشن. هم من متخصص بشم، هم تو متخصص بشی. فقط این که نخوایم همه کار خودمون تنهایی انجام بدیم. و نکته جالب میدونین چیه؟ وقتی من بزنم تو کار تخصص لباس بدوزم، هم هزینه تولید این لباس کمتر میشه و هم اینکه یه جایی به خلاقیت میرسم. میگم چرا با دست بدوزم؟ میام با چرخ خیاطی میدوزم. میرم پیش یه مهندسی که تخصص داره، میگم من یه چرخی میخوام که این سوزن‌ها رو اینجوری با نخ بزنه داخلش و یه دفعه تو میبینی توی بازه 5 ساله 10 ساله‌ای ما کلی متخصص داریم، هر کدوم فقط کار تخصصی خودشو انجام میدن، بی نهایت هزینه‌ها کم شده و مهمتر از همه به یک سری نوآوری‌ها و تکنولوژی‌هایی رسیدیم که قبل از این وجود نداشت، چون وقت نمی‌کردیم بهش فکر بکنیم. اگه من لباسمو میدوختم ممکنه اون وسطش ول کنم برم شکار، چون باید غذا بیارم واسه خونه، بعد همزمان بچه‌م هم نیاز به آموزش داره. میگیری چی میگم؟ اینجاست که ما داریم مبادله میکنیم. به همون دلیلی که من با شما مبادله میکنم، شما با اون مبادله میکنی، اون با اون یکی دیگه مبادله میکنه، کشورها باید با هم دیگه مبادله کنن. در واقع یک کشوری توی یک کاری تخصصی داره، توی یک محصولی، توی یک خدماتی که تولید میکنه تخصص داره، یک کشور دیگه توی یک محصول خدمات دیگه تخصص داره. خب الان اینجا چی میشه؟ اون کشور خدمات خودشو میفروشه، محصولات خودشو میفروشه، اینم محصولات خودشو میفروشه، با هم دیگه مبادله میکنن و در نهایت همه چیز ارزونتر و ارزونتر میشه. یکم میخوایم بحث رو اقتصادیش کنیم، میخوایم از حرفای خاله زنکی راننده تاکسی بیایم بیرون. 2 تا واژه هست به اسم مزیت مطلق و مزیت نسبی. بذارید اول اینا رو من براتون قشنگ ترجمه کنم بدونید مزیت مطلق یعنی چی. ببین بر فرض مثال من یه آدمی ام که 10 سال بوکس کار میکنم، خیلی ورزشکار حرفیه. یه آدمی دیگه هم هست که اصلا تو زندگیش ورزش نکرده. من توی جنگیدن و ورزش کردن نسبت به اون مزیت دارم. برای خود من ورزش کردن و قوی بودن یک مزیت مطلق محسوب میشه. در واقع وقتی ما میگیم مزیت مطلق یعنی مزیتیه که داری. مثلا توی سطح کشورها مزیت مطلق ایران منابع عظیم نفتشه. مزیت نسبیش میتونه بیشتر بودن یا ارزونتر بودن این نفت به نسبت کشور همسایش عراقه. میگیری؟ پس ما یه مزیت مطلق داریم، یه مزیت نسبی داریم. حالا اینو فعلا همین تعریف رو از من بپذیر، بریم اینجا من با یه نمودار میخوام یه چیزی رو برات توضیح بدم. بر فرض مثال یه زمانی بین قرن 16 تا 18 یه عده‌ای بودن به اسم مرکانتلیستا که مثلا ما توی کشورهای استعماری مثل کشور فرانسه میبینیم، اینا میومدن میگفتن که اصلا واردات رو باید تا جایی که میتونی صفرش کنی، کمش کنی. ما نباید محصولی رو از کشور دیگه وارد کنیم، خودمون باید اون رو تولیدش کنیم. چرا؟ چون وقتی وارد میکنیم داریم طلا میدیم، قرن 16 تا 18 داریم پول میدیم و عملاً ذخایر ارزی ما، ذخایر طلای ما کم میشه. ما باید خودمون تولیدش کنیم. و مرکانتلیست‌ها یه اعتقاد دیگه هم داشتن، میگفتن حد اکثر صادرات به هر نحوی که شده، دقت کن، به هر نحوی که شده ما باید صادراتمون رو افزایش بدیم، باید محصولاتی که تولید میکنیم رو افزایش بدیم. بر فرض مثال شما نگاه میکنی میبینی مثلا همین بین قرن‌های مثلا 17 18 16 17 18 اینجا یه دفعه فرانسه مثلا تولید کننده پوشاکه، میاد میره توی یه کشور آفریقایی میگه شما لباس ندارین، شما باید از ما لباس بخرید داشته باش. اونا میگن خب ما نمیخوایم لباس، نمیخوایم، چرا بود لباس بخریم؟ حمله میکنیم به اون کشور،
تصرفش میکنه، جنسشو میریزه تو اون بازار، میگه شما باید بد از ما لباس بخرید. نمیدونم مثلا فولاد تولید میکنه تو انقلاب صنعتی، آجر تولید میکنه، سیمان تولید میکنه، میرن اون کشورها یا اون شهرها یا اون قومهایی رو که بهشون حمله میکنن، تهاجم میبرن و میان محصولاتشون رو به اینا میفروشن، میسازن. عملا یه اتفاقی شکل میگیره به اسم استعمار. استعمارش میکنن. ممکنه ما تعریف درستی از استعمار ندونیم. استعمار به معنی آباد کردنه. انگلیسی‌ها بلند شدن رفتن توی هند، اونجا رو آباد کردن، ارتش ساختن، بیمارستان ساختن، جاده ساختن. اینا رو در واقع جنس خودشون بود که صادرات کردن اونجا ساختن. در ازاش چی گرفتن؟ طلا گرفتن، منابع گرفتن. به جای پول عملاً اون جنسشونه که صادر میکردن به قیمت خیلی گرونی، در ازاش مقادیر بسیار زیادی منابع مخصوصاً طلا میگرفتن. چون مرکانتالیستا اعتقاد داشتن ما باید سیاست‌های صادراتی رو، در واقع تیولداری میشه به معنی ایرانی، سیاست‌های صادراتی رو افزایش بدیم، دائم صادرات بکنیم که ذخایر طلامون افزایش پیدا کنه. با اون ذخایر طلا تولید داخل قدرتمندش کنیم، محصول داخلی تولید کنیم، حمایت خودکفایی و این جور داستانا رو انجام بدیم که طلاهامون واسه خودمون بمونه. داری اینو؟ آشنا نیست برات؟ این مال قرن 16 تا 18 میلادیه. آدام اسمیت سال 1776 یعنی آخرای قرن 18 اومد یه حرفی زد، یه کتابی داد، گفت ثروت ملل. گفت بابا کلا این مرکانتلیستا دارن شروور میگن. اصلا این که مرکانتلیستا میگن بازی تجارت بین المللی بازی برد باخته، مثلا بریتانیا برنده میشه، برنده قطعه چون داره جنسش رو صادر میکنه به هند، و هند بازنده قطعه چون داره هی جنس میخره منابع میده. میگه اصلا همچین چیزی وجود نداره. تجارت به نفع هر دو کشوره. ما اگر بحث استعمار رو در نظر نگیریم و فقط فکر کنیم رابطه بریتانیا با هند تو اون زمان استعماریش یه رابطه تجاری بوده، هند توی اون زمان پیشرفت کرده و منتفع شده. در واقع همه کشورها هستن که از قراردادهای تجاری نفع میبرن و اتفاقی که میفته به مرور، مثلا من کشور هند یه سری چیزا برام نمیصرفه تولیدش کنم، تولید نمیکنم، به جاش اون چیزی که میصرفه رو تولید میکنم. بریتانیا هم همینطور، یه سری چیزا براش نمیصرفه تولید کنه، خب یه چیز دیگه رو تولید میکنه. اون چیزی که بریتانیا تولید میکنه رو به من میفروشه، منم چیزی که خودم تولید میکنم و اون نیاز داره رو بهش میفروشم و این مبادله به نفع هر دومونه. حالا وقتی ما جفتمون تخصصی بشیم، هم این کشور هم این کشور میتونن هزینه تولید اون محصولا رو در نهایت کمتر کنن و در نتیجه سطح رفاه هر دو کشور افزایش پیدا میکنه. و یه چیزیه که عملاً توی تئوری آدام اسمیت یه کتاب قطور در موردش نوشته به اسم ثروت ملل. به زودی توی همین کانال بررسیش میکنیم. واسه همینه که میگم مطمئن باش سابسکرایب کردی، چون خیلی کار داریم. نمیخوام الان پرانتز بزرگی باز بکنم ولی فقط میخوام یه نکته خیلی کوچیکی رو بهتون بگم. اینکه اکثراً بازنده هستن توی بازارهای مالی به خاطر اینه که درک درستی از نظام اقتصادی حال حاضر دنیا نداریم. هنوز تو منطق ذهنیمون مرکانتلیستیم. هنوز نمیفهمیم وقتی میگیم حمایت داخل، وقتی میگیم خب دولت باید به وام بده تا من کارگاهم بزرگتر کنم، وقتی میگیم باید تعرفه بذاره روی کالاهای وارداتی، وقتی میگیم صادرات باید بیشتر بکنیم، همه اینها بررسی داره، دلیل داره. همینطوری نمیتونیم یه نسخه بپیچیم این درسته این غلطه. سالها و قرنها پشتش فکر شده و من توی این کانال جهت رو میخوام اینوری کنم، میخوام یکم شیب و از سمت اندیکاتور و چارت ببریم بابا روی بیس قضیه. بدونید که واقعا تجارت طبق تفکر مرکانتلیستا به ضرر کشورهای جهان سومیه یا نه طبق نظر آدام اسمیت و این نئوکلاسیکا چیه؟ به نفع کشورها و این هست. حالا اسمیت خودش معتقد بود که اگه ما موانع تجارت رو برداریم، یعنی چیزی که مانع تجارته و تجارت رو آزادش کنیم، به نفع کلی کشور هست. مثلا بذارید نمونهش رو تو ایران مثال بزنیم. دولت اجازه بده خودروهای خارجی
وارد شه. یه نفر که اینجا بنگاه ماشین داره فقط داره 206 میفروشه 1 میلیارد، میره با 1 میلیاردش 4 تا سراتو میخره وارد میکنه تو کشور میفروشه. میگه این مرکانتلیستا فکر میکنن این کار یعنی ما داریم پول و منابعمون رو از دست میدیم به خاطر واردات این خودروهایی که مال جهان اولیه هست، در صورتی که آدام اسمیت میگه نه، اتفاقا هم به نفع توه هم به نفع اونه. حالا میخوایم یکم جلوتر همین قضیه رو بررسی بکنیم. مثلا بیایم یه جدول بکشیم، بگیم بچه‌ها به این تیکای پایین کاری نداشته باشید درست میشه. مثلا ایران فرض میکنیم هر یک نفری که در 1 ساعت کار کنه، هر یک نفری که در 1 ساعت کار بکنه میتونه 2 کیلو گندم تولید بکنه، در صورتی که توی بریتانیا اگه همون یک نفر همون 1 ساعت رو کار کنه 1 کیلو گندم تولید میشه. درسته؟ پس اینجا ایران هر یک نفرش بیشتر گندم رو تولید میکنه و عملا گندم توی ایران ارزان‌تره چون عرضه بیشتره. در مقابلش اگه توی ایران هر یک نفر 1 ساعت کار بکنه 1 متر پارچه تولید میشه، توی بریتانیا هر یک نفر اگه 1 ساعت کار کنه 2 متر پارچه تولید میشه. ما ساده میتونیم بفهمیم که گندم رو ایران ارزان‌تر تولید میکنه، پارچه رو بریتانیا ارزان‌تر تولید میکنه. درسته؟ حالا فرض کنیم هر دو کشور 30 نفر نیروی کار دارن، 30 نفر ساعت، یعنی 30 نفری که 1 ساعت کار بکنن. خب با این تفاسیر چیزی که ما میتونیم در بیاریم اینه که توی ایران اگر 30 نفر بیان فقط پارچه تولید بکنن 30 تا پارچه تولید میشه. درسته؟ این خط آبی رو در نظر بگیرید. اما اگه همین 30 نفر بیان فقط گندم تولید کنن 60 کیلو گندم تولید میشه. حالا همون 30 نفر توی بریتانیا اگه بشینن پارچه تولید بکنن 60 متر پارچه تولید میشه، در صورتی که همون 30 نفر توی ایران 30 متر پارچه تولید میکردن. حالا همون 30 نفر اگه بیان توی بریتانیا گندم بکارن 30 کیلو گندم تولید میشه. ما اینجا یه دو تا 4 تا یه حساب کتابی بخوایم انجام بدیم میبینیم که آقا به صرفه تر گندم توی ایران تولید بشه و پارچه توی بریتانیا تولید بشه. یا مثلا فرض میکنیم ایرانی که با هیچ کس رقابت نداره دنیا میاد در بهترین حالت چی میگه؟ میگه آقا 20 نفر بیان پارچه تولید کنن، خب 20 تا یکی میشه 20 متر پارچه، 10 نفر از اون 30 نفر باقی میمونه گندم تولید کنن، 10 تا 2 تا میشه 20 کیلو. در واقع در بهترین حالت ممکن ایران میتونه 20 کیلو پارچه 20 کیلو گندم تولید کنه. درسته؟ در مقابلش بریتانیا هم همینطوره، اونم در بهترین حالت میتونه 20 کیلو پارچه 20 کیلو گندم تولید کنه اگر خودکفا باشن. دقت کنید، به کلمه ها دقت کنید. اگر حمایت از تولید داخل باشه، در بهترین حالت ممکنش 20 کیلو 20 متر. داری این قضیه رو؟ حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا شما هر جوری حساب بکنی این 2 تا کشور باید با هم تجارت بکنن. ایران گندمو بیشتر تولید میکنه میتونه ارزون تر بده، در مقابلش بریتانیایی که پارچه رو ارزون تر تولید میکنه رو میتونه بخره. خب اگه ما این کارو بکنیم چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ایران 60 کیلو گندم، کل 30 نفر روی گندم مزیت 2 30 2 تا 60 تا، دقیقاً 60 کیلو گندم. 60 کیلو گندمش یه بخشش میفروشه، به جاش بریتانیا 60 متر پارچه تولید میکنه. پس اگه اینا با هم دیگه تجارت کنن، یعنی بازار تجاریشون یکی بشه، آزاد بشه، توی مجموع این 2 کشور 60 متر پارچه 60 متر گندمه. در صورتی که اگه از هم جدا باشن 20 متر پارچه 20 متر گندمه. بذارید صفحه بعد بهتون نشون بدم. ببینید ایران در بهترین حالت 20 تا گندم 20 کیلو گندم 2 کیلو بود دیگه، ضریبش 2 بود، 10 نفر هستن میشه 20، پارچه ضریبش 1 بود، 20 نفر هستن میشه 20. بریتانیا برعکسش بود، گندم 20 نفر میذاره گندم بکارن چون میخوان به هر حال غذا به مردم بدن، ضریبش 1 بود میشه 20، پارچه تولیدشون ضریبش 2 بود، 10 نفر میذارن میشه 20، جمع 40 تو کل 2 تا کشور. اما اگه ایران فقط بیاد 30 نفرشو بذاره روی گندم 30 تا 2 تا 60 تا، بریتانیا هم 30 نفرشو بذاره روی پارچه 30 تا 2 تا 60 تا، مجموعاً 2 تا کشور 60 تا گندم 60 تا برنج، 20 تا اینجا بیشتر 20 تا هم اونجا بیشتر، یعنی میزان تولید افزایش پیدا میکنه. بس اینه
میگیری؟ وقتی شما میای تجارت میکنی یکی تخصصش پارچه است، یکی تخصصش گندمه. وقتی اینا با هم تجارت بکنن، کار تخصصشون رو انجام بدن، سطح افزایش بیشتر میشه. خب قبل از اون مردم ایران مثلا اگر مجبور بودن، فرض میکنیم ما 20 کیلو گندم تولید میشده، مجبور بودن 25 کیلو گندم مصرف کنن، درسته؟ خب 5 کیلو کم میومده، 5 کیلو به گندم دسترسی نداشتن. اما الان 60 کیلو گندمه، مصرف مردم که هیچ، اضافه هم میاد، مصرف بریتانیا هم مصرف میشه، بازم اضافه میاد و اینجا قیمته که ارزون میشه، چون عرضه در حد اکثر حالت ممکنه. قسمت‌های قبلی رو اگه دیدی اینجا رو میفهمی داستان چیه. میبینی اینم یه حساب کتاب ریاضی کلن واسه هر دو تا کشور نشون میده به لحاظ ریاضی اعداد. حالا ما اومدیم 20 کیلو میگیم، تو مقیاس عظیم تن و توناژ و اینا هست. ببین چقدر به نفع میشه. خب پس هر دو تا کشور به حد اکثر تولید خودشون میرسن، تولید افزایش پیدا میکنه، عرضه زیاد میشه، کار تخصصی، هزینه تولید کم میشه، تکنولوژی افزایش پیدا میکنه، افزایش عرضه همراه با کیفیت بالا. چرا؟ چون کار تخصصیه. سلسله زنجیر رو ادامه بده، کاهش تورم، رشد اقتصادی، کاهش قیمت و اینجور چیزا. حالا ممکنه یه آدم زرنگی این گوشه موشه ها نشسته لابلای ویدیو تا اینجا داره نگاه میکنه، بیاد خیلی زرنگ و خوشگل بگه آها تو داری میگی ایران گندمش بهتره، پارچهش ضعیفتره. خب اگه ایران هم گندم بهتری تولید بکنه هم پارچه بهتری تولید بکنه چی؟ بازم باید تجارت بکنه. اینجاست که خودکفایی بهتره. ما اگه خودکفا باشیم میتونیم هم پارچمون رو تولید کنیم هم گندممون رو تولید بکنیم، به شرطی که مزیت بهتری، مزیت مطلق بیشتری داشته باشیم. درسته؟ الان ما توی این چارت داریم میبینیم ایران توی گندم مزیت بیشتری داره، مزیت مطلق بیشتری داره، بریتانیا توی پارچه. حالا با این تفاسیر اگه ایران هم تو پارچه هم تو گندم مزیت مطلق بالاتری داشته باشه، آیا بازم تجارت بین‌المللی براش به صرف است؟ درسته که این کارو بکنه؟ وقتی یه نفر ضعیفتر از خودشه، با ضعیفتر از خودت تجارت بکنی به صرف است؟ اون آدمی که اون گوشه نشسته حواسش سیخ به اینجا باشه، چون میخوام بهتون بگم بله دوستان به صرف است. فرض کنیم ایران توی تولید هر دوتاش بهتره. اگه یک نفر 1 ساعت کار کنه توی ایران 4 کیلو گندم تولید میشه. اگه یک نفر 1 ساعت کار کنه توی ایران 3 متر پارچه تولید میشه، در صورتی که توی بریتانیا همون 1 و همون 2. یعنی ما مقدار بریتانیا رو ثابت نگه داشتیم، اما ایران توی تولید گندم و پارچه به یه تکنولوژی رسیده که میتونه هم گندم بیشتری رو تولید کنه هم پارچه بیشتری رو تولید کنه. در نتیجه ایران هم پارچه ارزان تری داره تولید میکنه هم گندم ارزان تری داره تولید میکنه، چون عرضه افزایش پیدا میکنه. با این تفاسیر فرض کنیم طبق فرمول قبلی 30 نفر تو هر کشور کار میکنن. اگر ما این 30 نفر رو بذاریم که فقط گندم تولید کنن توی ایران میشه 120 تا. خب اگه این 30 نفر رو بذاریم فقط پارچه تولید کنن میشه 90 تا. خب ما میخوایم خودکفا باشیم، میخوایم یه بخشیش رو خود مردم تولید کنن، یعنی هر دوتا رو میخوایم تولید بکنیم دیگه. اوکی، اینجای قضیه رو قشنگ داشته باشین. پس ما میایم 20 نفر رو میذاریم روی گندم، 20 تا 4 تا 80 تا، پس 80 کیلو گندم تولید میشه. 10 نفر ما بقیه رو میذاریم روی پارچه، 10 تا 3 تا هم میشه 30 تا. بریتانیا هم که مثل قبل 20-20 در بهترین حالت ممکنش. بهترین حالت ممکن ایران 80-30، بریتانیا هم که 20-20. خب جمع گندم های تولید شده میشه 100، جمع پارچه های تولید شده میشه 50. حالا اگه ایران بیاد توی گندمی که مزیت نسبی بیشتری داره، تو هر دوتاش مزیت مطلق داره، تو هر دوتاش بهتره، اما توی گندم به نسبت پارچه مزیت نسبی بیشتری داره، فقط بیاد گندم تولید کنه، 30 نفرشو بذاره روی گندم، خب 30 تا 40 تا 120 تا. بریتانیا هم 30 نفرشو میذاره روی پارچه، 30 تا 2 تا 60 تا. مجموعاً 120 تا گندم، 120 کیلو گندم و 60 متر پارچه تولید میشه که بیای به نسبت قبلیش بخوای نگاه بکنی 20 تا اینجا بیشتره، 10 تا هم اونجا بیشتره. یعنی باز با این حال که ما بیایم توی یه کشوری که
توی هر دوتا مزیت مطلق بیشتری داره، با یه کشوری که ضعیف‌تره توی هر دوتا مزیت مطلق کمتری داره تجارت بکنه. ولی اون کشور اول که قوی تره تمرکزشو بذاره روی اون کالایی تولید کنه که مزیت نسبی بیشتری داره و خیلی تخصصی تر و به صرفه تر میتونه تولیدش بکنه، قطعاً دوباره به صرفه تر میشه، مقدار بیشتری تولید میشه، ارز افزایش پیدا میکنه، قیمت ارزون میشه، شکوفایی اقتصادی دیگه، رشد اقتصادی، نوآوری، کاهش هزینه، واسه همه دنیا هم خوبه. پس اون آقایی که اون گوشه موشه ها نشسته بودی میگفتی خودکفایی خوبه، حتی اگر ما توی تولیدمون بهتر از انگلیس هم باشیم، باز خودکفایی چیه؟ یه خودت حساب کن. ما الان اینجا نمودارش هم میبینیم، ایران تو حالتی که خودکفا باشه یا 90 کیلو یا 90 متر پارچه یا 120 کیلو گندمه، که این بینش گفتیم میشه 80 کیلو گندم 20 متر پارچه. اما وقتی با بریتانیا وارد معامله میشه، در بهترین حالت خودش داره عمل میکنه و هم 120 کیلو گندمش رو گیرش میاد، هم 60 متر پارچه رو گیرش میاد. اینه که داستانو قشنگ میکنه. خب حالا دوباره یه سری آدما اون گوشه موشه ها نشستن، ممکنم تا الان ویدیو رو بسته باشن، طرفدارای نظام اقتصادی حمایتگرا، کسایی که میان میگن از تولید داخل باید حمایت بشه، کسایی که معمولا میان میگن چی؟ میگن خب اگر ما بیایم بنز خارجی وارد بکنیم دیگه 206 بین رقبا میپکه و هیچ فایده ای نداره، هیچ کی 206 نمیخره، تولید داخلمون به فنا میره. این آدما که معمولا مخالف بازار آزاد و مخالف تجارت بین المللی هستن، معمولا 4-5 تا استدلال البته مسخره ولی قابل تأمل رو میارن. ما تک تک میخوایم این استدلال رو بررسی کنیم و بگیم که این استدلال حقیقت داره، واقعیت داره، درست نیست و اینکه ما باید چی کار بکنیم. اولین استدلال خیلی جذابیه. میگن چی؟ میگن آقا صنایع توی کشورهای جهان سوم مثل ما صنایع نوزاد هستن، مثلا صنعت خودرو یه صنعت نوزادیه، تازه ما زدیم تو کار تولید خودرو، در نتیجه اگه تو بیای بنز و بی ام و نمیدونم فورد آمریکایی و اینا رو بیاری توی ایران، اینا خرد میشن. در نتیجه ما باید جلوی واردات رو بگیریم، یا واردات رو گرون کنیم، عوارض گمرک بذاریم یا اصلا ممنوعش کنیم. چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم روی تولید داخل تمرکز کنیم، تولید داخل 206 های خوشگل‌تر بسازیم، پراید زیباتر بسازیم و انقدر این صنایع ما به درجه از شکوفایی برسه توی این بازاری که ما در انحصارش کردیم و اون موقع درهای تجاری جهان رو باز بکنیم. این استدلال هم کلاً غلطه. چرا؟ چون وقتی شما مثلا میای عوارض گمرک میذاری یا اصلا ممنوع میکنی وارداتو، اتفاقی که میفته سایپا و ایران خودرویی که نه تکنولوژیشو دارن، نه توانشو دارن، نه مزیت مطلقشو دارن، نه مزیت نسبیشو دارن، مجبور میشن خودرو تولید کنن. خودرویی که تولید میشه به خاطر عدم تکنولوژی، به خاطر عدم بهره‌وری، با قیمت بسیار بسیار بالایی تولید میشه و با همون قیمت بسیار بالا میره تو خورد جامعه. این خودرو حتی ارزش صادرات هم نداره. چرا؟ چون قیمتش بالاست، کیفیتش پایینه و اصلا این کشور مملکت ایران توان ساخت خودرو نداره. پس ما باید چیکار کنیم؟ باید واردات خودرو رو آزاد کنیم. باید سراتوی 250 میلیون تومانی 250 میلیون تومان بیاد توی ایران و 206 میلیاردی رو کسی نخره. وقتی 206 میلیاردی رو کسی نخره، سراتوی 250 میلیون تومانی رو بخرن، کارخونه ایران خودرو سایپا ورشکست میشن. کارخونه ایران خودرو سایپا ورشکست بشه، پولا که باد هوا نمیره، کلی جنس هست، کلی زمین هست، کارخونه هست، سوله هست، ملک هست، سرمایه هست، اینا میره توی کارهای دیگه، میره توی بنگاه‌های دیگه. اصلا ما یه مشکلی که الان داریم توی مملکت، ما صنایع نوزادی داریم که پیر شده، 40 ساله از اون صنایع داره میگذره، هنوز داریم حمایتش میکنیم، هنوز داره دولت کمکش میکنه، هنوز داره بهش ارز جهانگیری میده.
و خب این چی میشه؟ وضعیتش الان داری میبینی، جنس کیفیت بنجل با بالاترین قیمتی که میتونه توی بازار رقم بخوره. این یکی از استدلالایی بود که میگن آقا ما واردات نکنیم، از تولید داخل از صنایع مهممون حمایت بشه که در معرض رقابت قرار نگیره، که دیدیم شیروری بیش نیست. استدلال دومی که این آقایون حمایتگرا و مخالف تجارت آزاد میارن، میگن امنیت ملی. بارها شنیدیم میگه هیچی مهمتر از امنیت غذایی نیست. ما سیلو گونی داریم گندم میریزیم تو دریا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امنیت غذایی داشته باشیم، به خاطر اینکه یه عده مخالف تجارت آزاد میگن خب ما اگه غذامون خودمون تولید نکنیم، اگه مزارع کشاورزیمون خودمون نداشته باشیم، دامپروریمون خودمون نداشته باشیم، جنگ بشه، محاصره بشیم، چی میشه؟ بدبخت میشیم دیگه. مثلا فرض کن شما از آمریکا گندم وارد میکنی. خب وقتی شما از آمریکا گندم وارد میکنی، اگه با آمریکا بجنگی که خب گندمتو تحریم میکنه، بدبخت میشی، میری دیگه. استدلالشون همینقدر آب تو خیاریه، در صورتی که ما یه استدلال قشنگتری داریم. وقتی که شما درای تجاریتو با دنیا باز بکنی، با اون کشورها تجارت بکنی، تخصص خودتو بفروشی، تخصصشو بخری. وقتی ما توی جغرافیای خشک بی آب و علفی هستیم، نباید بزرگترین صادرکننده سیب باشیم مثلا. باید چیکار کنیم؟ باید سیبو وارد کنیم، چون نمیتونیم، آب نداریم تو مملکت. به جاش نفتمون رو میفروشیم. خب چه اتفاقی میفته؟ اگه روابط تجاریت محکم باشه، دیگه اون کشور جرئت نمیکنه باید وارد جنگ شه. چرا؟ چون اقتصادمون به همدیگه وابسته است. نه اون به تو حمله میکنه، نه تو به اون حمله میکنی. اصلا چرا آمریکا بند داره ایران رو تحریم میکنه؟ اگر واردات امنیت ملی رو به خطر مینداخت که اینا تحریمتون نمیکردن. بفهمید در واقع تحریمه که داره امنیت ملی این مملکت رو به خطر میندازه. گرون میشه همه چی، عرضه کم میشه و ما مجبور میشیم با هزینه بسیار زیادی یک سری چیزها رو تولید کنیم. بعضی چیزها رو اصلا نمیتونیم تولید کنیم. اینجاست که اقتصاد نابود میشه. یه عده دیگه میگن خب حالا امنیت ملی هم هیچی، اصلا شما میگی که ما جنس رو وارد کنیم. خب واردات زیاد بشه، لباس زیاد وارد بشه، همین مواد غذایی زیاد وارد بشه، این همه کشاورز بدبختی که بیکار میشن و چی میگی؟ بیکاری زیاد میشه. دیدی آب دو خیاری همینقدر. میگه واردات میکنی، کارخونه ها، کارگاه ها، مزارع دیگه به خاطر اون جنس ارزونی که وارد شده بیکار میشن دیگه، براشون نمیصرفه اون تولید خدمات انجام میدن، در نتیجه بیکاری افزایش پیدا میکنه. در صورتی که خب بعدش رو ببین، بیکاری افزایش پیدا میکنه، صاحب اون کارگاهی که عملکرد نامتوازنی داشت، عملکردی داشت که توی اقتصاد به صرفه نبود، کارگاهش ورشکست میشه، کارخونهش ورشکست میشه. اصلا از تو مزرعه سیب کنار دریاچه ارومیه‌ای که خشک شده دیگه مزرعه سیب نباید باشه. به جای مزرعه سیب چی میشه؟ میزنه یه تولیدات، صنعت، یه چیزی که به صرفه است تو اون جغرافیا، یه چیزی که به صرفه است صادر کردنش و هزینه خیلی کمی برای ما داره. نه که بیای سیب تولید بکنی که هزینهش سرسام آوره، یه دریاچه‌ای به اون بزرگی رو خشک بکنه. بس اینه. آقایی که اون گوشه موشه نشستی میگی برای حمایت از اشتغال و برای حمایت از تولید داخل بیایم جلوی وارداتو بگیریم. خب الان بدبختمون کردین دیگه. ما چرا باید سیب صادر کنیم؟ ما سیب رو باید وارد کنیم. ما نمیتونیم توی مملکت سیب نباید کاشته بشه. اینه که فرقشه ها. این چیزایی که نمیفهمی. این پاورپوینت ها رو هم بخونید، نکات خیلی جالبی نوشتم. و مسئله بعدی، اینو زیاد نشستم، اینو زیاد دیدم، اصلا مغزم داره سوت میکشه. طرف میاد چی میگه؟ میگه آقا ما اگر واردات بکنیم یه سری پولدارتر پولدار میشن، یه سری فقیرتر فقیر میشن و این به ضرر فقرا و مظلومین خواهد بود. در واقع کشورهای پیشرفته میخوان بیان با فروش آیفونشون به ما، با فروش جنسهای غرب زده کپیتالیست و امپریالیستشون به ما رو غارت بکنن و منافع ما رو و منابع ما رو بکشند و ما را به عمق جمعش کن.
اینم اشتباهه، چون ما با حساب کتاب نشون دادیم که تو حتی اگر توی منابع تخصص داشته باشی، همین مملکت ما ایران توی منابع تخصص داره، اگر درهای تجاریت با کل دنیا باز باشه به نفته، که الان خودشون هم فهمیدن روشون نمیشه بگن. این قراردادایی که برو به چین ببند و با روسیه ببند و 25 سال و 10 سال، اینا همه تجاریه دیگه. واسه چیه؟ واسه همینه. حساب کتاب سرت بشه میفهمی خودکفایی، حمایت از تولید ملی، اینا همه اشتباهه، به لحاظ اقتصادی اشتباهه. چی درسته؟ نوشتم دیگه اینجا، مخالفان تجارت آزاد، درستش تجارت آزاده. یه بحث دیگه هم هست که خیلی مطمئنا شنیدین، بحث فرهنگی، که آقا ما بیایم مثلا فرض میکنیم سینماهای خارجی رو راه بندازیم توی این مملکت، تهاجم فرهنگی و فیلمای صحنه‌دار و اینا رو ببینیم. خب سینمای کشورت پیشرفت میکنه و خیلی مهمتر وقتی تو این تجارت رو داشته باشی. حالا ما تو بحث فرهنگی داریم میگیم، اونا سینماشون رو به ما میفروشن، خب ما هم سینمامون رو به اونا میفروشیم. مگه ما نداریم الان درای جهانی بسته است، سینمامون رو داریم میفروشیم، اونجا داره اکران میشه، داره پول در میاره ایرانیه، کارگردان، تهیه کننده. خب چرا این کارو تو مملکت خودمون نکنیم و بعد همون فرهنگ رو انتقال بدیم به دنیا، همونو خودمون تجارت کنیم؟ اگر مثلا تو لباس آمریکایی وارد بکنی، مردم آمریکایی فرهنگشون به ما تهاجم میشه و ما این لباس آمریکایی که پوشیدیم عملا تهاجم فرهنگی، تو هم لباس چیزتو مخصوص خودتو صادر کن. خب تو هم میتونی این کارو بکنی. تجارت آزاد یه طرفی که نیست، هم واسه تو آزاده هم واسه اون آزاده. وقتی قرارداد میبندی نفتتو بفروشی، میتونی قرارداد ببندی یه چیزی بگیری، میتونی خودرو بگیری، میتونی سیب بگیری، مواد غذایی بگیری، نباید بترسی بگی ما اینا رو با خودمون تولید کنیم. که البته بحث هم ترس نیستا، بحث رانته. قسمت‌های قبلی گفتیم اقتصاد انحصاری یه عده واقعا خیلی پولدار میکنه. این آقایی که بلند میشه میاد نمیدونم میگه سیستان بلوچستان ما نمیدونم پزشک ندارد، پزشک ما فلان است و بیسار است و میاد هی بده اینا رو میگه، چی میبینید آخر؟ میبینید مهاجرت پزشک به عمان، به امارات، به آمریکا، به کانادا. چرا؟ چون تو یه مردک با شعارات پوپولیستیت داری چی کار میکنی؟ داری جلوی آزاد بودن روند اقتصادی رو میگیری. درسته بهداشت و یه سری چیزا حقیه که دولت، حالا مخصوصا توی دولت‌های سوسیالیستی، به مردم داده میشه. بهداشت، امنیت، مدرسه، آموزش، جاده، راه، ساختمون، که اینا رو توی قسمت بعدی بهش میرسیم، ما اپیزود بعدی قسمت 8 الان کارش نداریم. ولی باز همینم بری نگاه بکنی تهش میرسی به نقطه نظر بازار آزاد، تجارت آزاد. جایی که تو بذاری این روند طبیعی خودشو پیدا کنه و به تعادل برسه، نه که تو بیای جلوشو بگیری یا نمیدونم هولش بدی. هر دوش اشتباهه. چه حمایت بکنی از تولید داخل، چه بری جلوی واردات بیرونو بگیری. هر دوش اشتباهه، هر دوش ضرر میزنه، هر دوش وضع اقتصادمون رو میکنه همین چیزی که الان توشیم. در نهایت به این نتیجه میرسیم که آقایون مخالف بازار آزاد، استدلال های شما رو گفتم، با قرمز نشونتون دادم، جوابش هم گفتم. اینم جواب من نیست، جواب علمیه، توی کتابه. فکر نکنی من الان نشستم اینجا دارم من خودم چرت و پرت میگم، علمیه. کتابو میتونی بری بخونی، سالها پژوهش شده. از قرن 16 تا الان بیشتر از عمر تو، پدرت و پدر بزرگت و پدر جدت، دانشمندان نشستن به این نتیجه رسیدن که تجارت باید بین المللی و آزاد باشه. و توی عهد بوقی عصر حجری وای میسی از این حمایت داخل و امنیت ملی و نمیدونم بیکاری و این حرفا رو، این دلیلا و ادله رو میاری واسه اینکه اگه تجارت آزاد باشه اینا میشه معلول و علت و معلول اینجور چیزا، که متوجه شدید که اینا اصلا اینطور نیست. شاید در وهله اول یک سری چیزا رو آدم بترسه قبول بکنه ببینه، ولی به صورت کلی میبینید که موفقیت توی تجارت آزاده. خب میریم سراغ نرخ ارز.
خب الان مخاطبای کانال من که قطعا میدونن ارز چیه. ارز به پول کشورهای دیگه گفته میشه. مثلا ما دلار آمریکا رو داریم، ین ژاپن رو داریم و اینا. نرخ ارزم موقعی که ما میایم ارزش پول یک واحد پول خارجی رو، مثلا $1 رو میگیم 50,000 تومان. خب این میشه نرخ ارز دلار، 50,000 تومان. اوکی. مثلا اگه مثلا 50 بشه 51 بشه 52، میگیم نرخ دلار افزایشی نرخ ارز دلار داره افزایش پیدا میکنه. خب حالا ما فرض کنیم این ارز یه چیزیه که خب مثلا ما میخوایم الان میبینیم دیگه، یه چیزیه که ما باش با دنیا داریم مبادله میکنیم. هر جای دنیا میریم ارز اون کشور رو باید بخریم، مبادله کنیم. یا اصلا میخوای تجارت بکنی، میخوای جنسی از طرف بخری، باید به ارز کشورش بخری. اونا اگه میخوان از ما جنسی بخرن، باید به ارز کشورمون بخرن. خب با این تفاصیل دولت ها چجوری سیاست نرخ ارز رو میگیرن؟ یه سری دولت ها نظام ارز ثابت میگیرن. یعنی دولت اون بالا نشسته میگه آقا قیمت ارز 1000 تومان. یه کسی جرأت نداره 1200 یا 900 تومان بفروشه، سرش قطع میشه. ایران هم تا سال 68 69 همین جوری بود اگه اشتباه نکنم. سال 69 میان نظام دومو میگیرن، نظامی که خب اکثرا دیگه رو آوردن دنیا به این نظام ارز شناور. نظام ارز شناور اینجوریه که تو بازار ارز رو ول میکنی، عرضه و تقاضا قیمت ارز رو مشخص میکنه و هر اتفاقی که توی دنیا بیفته روی این قیمت ارز تأثیر داره. اما با این حال یه سری کشورهایی که خب ضعیفن از نظر اقتصادی مثل ایران، چه اتفاقی براشون میفته؟ میترکن دیگه. خب قاعدتا وقتی ارز شناور باشه همه ریالاشون رو میدن، دلارا رو میگیرن، تقاضا واسه دلار میره بالا، در نتیجه قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. دو مدل نظام شناور داریم. نظام شناور پاک داریم و آلوده. شناور پاک مثلا ژاپنه، هیچ کاری ندارن، مثلا هر چقدر قیمت بره بالا نه نرخ بهره رو دست میزنن، نه هیچ، بیاد پایین کار نداره، بازار آزاد. یه جا هست مثل ایرانه، وقتی قیمت ارز میره بالا تو سامانه نیما عرضه میشه، دلار عرضه میشه، مثلا قیمت دلار افزایش پیدا میکنه عرضه میشه. یه وقتی قیمت ارز میکشه پایین، دلار خریده میشه توسط دولت. و این دخالت در واقع دخالتی نیست که مثلا نظام ارز ثابت بیاد قیمت بذاره بگه دلار اینقدر، نه، میاد با خریدن و فروختن و همون عرضه و تقاضا توی بازار دخالت میکنن. خب از اونجایی هم که دولت ها پول سنگینی دارن، بانک مرکزی هم خدا رو شکر زیر نظر دولت ها کنترل میشه، قاعدتا عملا با اون نظام نرخ ارز ثابت زیاد فرقی نداره. تنها فرقش اینه که نرخ ارز رو با یک مکانیزم بازار دارن کنترل میکنن، ولی خب این مکانیزم بازار طبیعی نیست. عرضه و تقاضای ارز، اگه ارز کشورهای خارجی رو مثل یک کالا در نظر بگیریم، خب که حالا ما قبلا توضیح هم دادیم کالای سرمایه‌ای ارز، میتونیم طبق فرمولای عرضه تقاضایی که تا اینجا صحبت کردیم عواملش رو بررسی کنیم. بر فرض مثال 3 تا دلیل عمده رو میخوام بهتون بگم، دلایل بقیه رو هم خودتون میتونید در بیارید، کوچیکم بهش اشاره میکنیم. مثلا واردات کالا، شما وقتی میخوای یک جنسی رو وارد بکنی چیکار میکنی؟ باید پول اون جنس رو توی اون کشور بدی، در نتیجه باید ارز اون کشور رو بخری. ارز اون کشور رو میخوای بخری واسه واردات اون کالا، تقاضای اون ارز افزایش پیدا میکنه، تقاضا که افزایش پیدا کنه قیمتش گرون میشه. گزینه بعدی سرمایه گذاری در کشورهای خارجی، چیزی که الان توی ایران اتفاق میفته. دیدین همه کشورها میگن گرفتن اقامت با سرمایه گذاری در ملک، دیدین؟ اینجاست وقتی که ایرانی ها میرن تو کشورهای خارجی سرمایه گذاری میکنن، تقاضا واسه دریافت ارز افزایش پیدا میکنه، دلار میشه. بانکداری سفته بازی، وقتی بانک های ایرانی یا مؤسسات مالی ایرانی یا تریدرهای ایرانی، من و شما بلند میشیم میریم توی بروکرهای خارجی، بانک های خارجی، مؤسسات مالی خارجی سرمایه گذاری میکنیم، نوسانگیری میکنیم، ترید میکنیم، این چی میشه؟ تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه، خرید ارز زیاد میشه. چرا؟ چون میخوام تجارت بکنم، در نتیجه قیمت ارز میکشه بالا. این 3 تا دلیل عمده‌ای که معمولا توی همه جوامع داره اتفاق میفته. و تقاضای ارز هم با نرخ ارز رابطه معکوس داره، یعنی هرچی تقاضای ارز
بره بالا نرخ ارز کمتر میشه. مثلا شما فرض کنید پیراهن خارجی $20، $20 میخوای بدی یه پیراهن، الان 50,000 تومان پیراهن میشه 1,000,000 تومان. حالا اگه 50,000 تومان دلار بشه 60,000 تومان، اون پیراهن خارجی میشه 1,200. حالا که میشه 1,200 تومان گرون میشه، تو که درآمد ریالیه دیگه، نداری 200,000 تومان بیشتر بدی، نمیخری. وقتی اون پیراهن خارجی رو نخری، اون پیراهن رو دست فروشنده باد میکنه. رو دست فروشنده باد بکنه، فروشنده نمیتونه پیراهن وارد کنه. نتونه پیراهن وارد بکنه، چه اتفاقی میفته؟ نمیتونه ارز بخره، نیازی نداره ارز بخره. تقاضا برای ارز کاهش پیدا میکنه. در نتیجه وقتی نرخ ارز رشد میکنه، تقاضا واسه خرید ارز کمتر میشه. در نتیجه خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اینا رو باید واقعا بهش چشم بصیرت نگاه کنید و قشنگ بهش ریز بشید. دیگه اگه مثلا درآمد ملی ایرانی‌ها افزایش پیدا کنه، افزایش درآمد ملی، عوارض گمرک، هزینه خدمات واردات زیاد بشه، اینا همه باعث میشه که واردات گرونتر شه. واردات گرونتر بشه، نرخ ارز افزایش، نرخ ارز افزایش، کاهش تقاضای ارز. در نتیجه اینجوری که میبینی در واقع خروج ارز از کشور کمتر میشه. حالا بحث عرضه ارزم زیباه. کلاً عرضه ارز توسط 3 تا گروه عمده انجام میشه. مثل همون 3 تا گروه، اینا هم 3 تا گروه هست. ولی دقت بکنید عوامل دیگه ای هم هست. اول صادرکننده کالا خدمات، اون کسایی که مثلا پسته داره تولید میکنه میفروشه، خب در قبال پسته چی میگیره؟ ارز میگیره و خب اون ارز رو هم استفاده میکنه. سرمایه گذاری خارجی ها در داخل کشور. الان میفهمی چرا وقتی سرمایه گذاری کنی تو دبی بهت اقامت میدن. الان میفهمی چرا وقتی سرمایه گذاری کنی تو کانادا و آمریکا بهت اقامت میدن. الان میفهمی چرا وقتی سرمایه گذاری بکنی توی هر کدوم از این کشورهای اروپایی بهت اقامت میدن. عرضه ارز تو اون کشور زیاد میشه. شکوفایی اقتصادی، تو وقتی سرمایه گذارا رو بیاری تو کشورت که سرمایه گذاری کنن، ارز میارن تو کشور. خاک تو سر ما که داریم یه کاری میکنیم همون توریستام نمیان. بانکداری و سفته بازی خارجی ها، ما الان ترید فارکسمونو بلند میشیم میریم با بروکرای کار میکنیم که توی امارات و ترکیه و اینا هستن دیگه. خب این پولو داریم میرسونیم به جی دی پی اون بانک داخل اون کشور. خب اگر ما اقتصادمون آزاد بود، تجارت آزاد داشتیم، بروکر خودمون، اصلا همین صرافی های ایرانی ارز دیجیتال توانایی داشتن با خارجی ها کار بکنن، بازار آزاد بود، چقدر ارز وارد کشور میشد، چقدر ارزون میشد دلار، درآمد ملی چقدر افزایش پیدا میکرد. حالا مثلا ممکنه خیلیا بیان بگن خب مثلا تو که میگی صادرات بکنیم، خب مثلا ما هی پسته بفرستیم، هی نفت بفرستیم، جهان سومی عقب مونده تر میشه، این مجبور میشه کالاهای خارجی و مثلا لوکس و اونا هم که کالاهای مصرفی هی برندهای روز تولید میشه. نفت که برند روز نداره، بعد نفت سقف داره، ولی مثلا گوشی آیفون تو سال بعدم باید آیفون رو بخری. میان خب یه سری اینو میگن دیگه، میگن این باعث میشه یه کشوری مثل ایران عقب بمونه، باید خودش هم تولید بکنه، در صورتی که برعکسه. ما میتونیم رو بیاریم به تولید خدمات هتلداری، مثلا گردشگری، این یک مثالشه ها. خب ما فرض میکنیم نفتمون رو میفروشیم، در کنارش خب خدمات گردشگریمون هم میفروشیم. یه مملکتی داریم که میشه 6 ماه توش گشت جای تکراری ندید. خب همین قضیه اگه تجارت آزاد بود، درامون رو به روی دنیا نبسته بودیم، کلی توریست میومد اینجا، امنیت و دولت به جای اینکه بخواد بره به فکر چیزای چرت و پرت باشه، امنیت توریستا و امنیت مردم رو حفظ میکرد، یه جایی مثل اماراتی که وسط بره بیابونه، خب چه اتفاق میفته؟ میبینی که اصلا تو نیاز نداری رولز رویس تولید کنی، نیازی نداری صنایع فولاد داشته باشی. با همین یه دونه کشور پهناورت میتونی جی دی پی 10 تاپتر دنیا باشی، فقط با ارائه خدمات گردشگری و ساخت هتل. بعد هتل هم داری میسازی دوباره. اینا همه نکته است. و نرخ ارز با عرضه ارز رابطه مستقیم داره. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا ارز از 50 بشه 60، صادرات افزایش پیدا میکنه. صادرات افزایش پیدا بکنه، ارز بیشتری میاد تو کشور، در نتیجه عرضه ارز داخل کشور
افزایش پیدا میکنه. شما فرض کن مثلا پسته شما کیلویی 500,000 تومنه، در نتیجه دلار 50,000 تومان باشه، پسته رو میفروشی $10. اوکی، حالا اگه دلار از 50 بشه 60، شما با $10 میتونی 1 کیلو و 200 گرم پسته بفروشی. در نتیجه پسته تو مقیاس جهانی ارزونتر میشه واسه ایرانیایی که تولید کننده هستن. در نتیجه تولید کننده‌های ایرانی ارجحیت بیشتری دارن تو بازار، در نتیجه بیشتر میفروشن، عرضه بیشتر میشه، عرض بیشتری میاد. یا اینکه پسته رو گرونتر میکنن، به جای اینکه 1 کیلو و 200 گرم بفروشن، پسته کیلویی 500,000 تومان میشه، کیلویی مثلا 600,000 تومان و اون موقع است که تو برنده میشی. حالا برنده و بازندهشو باید پیچیده بهش نگاه بکنی، اینقدر میگم سیاست یه خطی نداریم، ولی خب قضیه رو گرفتیم. نرخ ارز به وضعیت اقتصادی هر کشوری بستگی داره. اونایی که اقتصاد قوی دارن، دقت کن، نرخ ارزشون قویه، معمولا کالاشون با کیفیت، قیمت کالاشون هم ارزون در میاد و تقاضا برای اون کالا هم در بالاترین حد ممکنه. در مقابلش وقتی شما بیای تکنولوژی تو بیشتر بکنی، بهبود تکنولوژی انجام بدی، مثلا شما نگاه میکنی میبینی عربستان خب به تبع نمیتونه مثلا خودروی الکترونیکی تولید کنه، درسته؟ اما میاد تکنولوژیشو گسترش میده، پول نفتشو میره کل مهندسای خفن آمریکایی رو میخره، میاد میگه آقا تکنولوژی رو اینجا راه بندازید. چه اتفاقی میفته؟ تقاضا واسه پول عربستان افزایش پیدا میکنه. میره تکنولوژی فوتبالو میاره توی یه منطقه بیابونی، رونالدو رو برمی‌داره میاره، بهترین استادیوم‌ها رو میسازه. واسه چی؟ کار درست، فکر درست، که اینا هم تازه به فکرشون رسیده ها. یعنی فکر نکنید یه چیزیه که مثلا 40 سال اینجوریه، نه، تازه 2-3 سال الان به فکرشون رسیده. اونا هم الان مثل ما تو دوره گذارن. وقتی هم شما میای خدمات تو، تولیدات تو توی بازار با اون تکنولوژی، با اون کیفیت، با نیروی کاری که داری میدی ارزون میدی، قاعدتاً هی مشتری بیشتری میگیری. مشتری بیشتر بگیری، انگیزه، خدمات تخصصی تر، کارت حرفه‌ای تر، کیفیت بالاتر، هی رشد و پیشرفت اقتصادی و ارزش پول کشورت هم بالاتر میره. حالا من یه سوالی دارم. با این تفاصیل که تا اینجای کار گفتیم، دیدیم که عوامل مؤثر بر تقاضای ارز و عوامل مؤثر بر در واقع عرضه ارز چیا هستن؟ به نظر شما اگه دولت بیاد دخالت بکنه توی بازار ارز، مثلا بیاد مثل الان ایران سقف قیمت بذاره، کف قیمت بذاره، یا نمیدونم اجازه ورود و خروج ارز رو نگیره، مثلا بیاد ارز با کارت ملی بده، به نظرتون این سیاست نتیجهش چی میشه؟ نمیخوام یه جواب کامنتی بذارید که نتیجهش افتضاح میشه، بد میشه، خوب میشه، خیلی خوبه، خیلی بده، نه. توضیح اقتصادی بدید و توضیح بدید که نتیجه این که دولت بیاد سیاست‌هایی رو بچینه که توی نرخ ارز تأثیر داشته باشه، قیمتش بالاتر بره یا پایینتر بره، بدون اینکه موضوع فاندامنتالی بررسی بشه، چه اتفاقی میفته و آیا فاجعه است؟ اگه فاجعه است چرا؟ یا آیا بهبود کیفیت رو داریم؟ اگه داریم چرا؟ میریم سراغ بحث آخر، تراز تجاری کشورها. ببین الان شما اگه دقت بکنید توی همه معمولا 3 ماهه، 6 ماهه، بعضی وقتا ماهانه، همه کشورها یه تراز تجاری ترید بالانس میدن که ایمپورتشون رو میدن و اکسپورتشون رو میدن. اونا منظورشون چیه؟ منظورشون همین چیزیه که داریم بهتون میگیم. ببین 2 مدل حساب واسه ترازها وجود داره. اولی این که وقتی شما داری یه چیزی رو صادر میکنی، عملا داری اون جنس رو میفروشی و داری چی کار میکنی؟ ارز میاری تو کشور. اما وقتی داری وارد میکنی، داری یه جنسی رو میخری و ارز از کشورت داره خارج میشه. پس اگه مثل یه مغازه در نظر بگیریم، صادرات میشه فروش، واردات میشه خرید. در واقع موقعی این مغازه سودآوره که فروشش بیشتر از خریدش باشه و عملا تراز تجاریش به سمت صادرات بگنجه. ولی ما 2 مدل تراز تجاری داریم. یه تراز جاری داریم، یه تراز سرمایه‌ای داریم. تراز جاری جاییه که صادرات و واردات کالا همین چیزی که گفتم بررسی میشه. مثلا صادرات رو میگن دریافتی، دریافت پول، فروش خدمات. واردات رو میگن پرداختی، پرداخت و دریافت خدمات. اگه ارزش صادرات بیشتر بشه بهش میگن مازاد تراز تجاری یا تراز مثبت.
اگه ارزش واردات بیشتر باشه، یعنی جنس بیشتری پول بدیم وارد بکنیم، میگن تراز منفی یا کسری تجارت. خب حالا یه مدل حساب داریم، حسابای سرمایه‌ای. اینجوری ورود و خروج سرمایه حساب میشه، نه کالا و خدماتی که داریم میفروشیم یا میخریم. ورود و خروج سرمایه، مثلا یه خارجی میره توی دبی سرمایه گذاری میکنه، یا یه دونه اماراتی میاد توی ایران سهام یه شرکت خارجی رو میخره. خب وقتی یه خارجی میاد توی ایران سهام شرکت ایرانی رو میخره، در واقع ورود سرمایه داریم، پس داره پول وارد میشه، تراز حسابی تراز وارداتی پوله. وقتی هم عملا یه ایرانی میره خارج از کشور سرمایه گذاری میکنه، اقامت اونجا رو میگیره، خروج پول و سرمایه داریم. حالا وقتی تراز سرمایه ورود سرمایه بیشتر باشه، تراز سرمایه مثبت داریم، و اگر خروج سرمایه بیشتر باشه، کسری حساب سرمایه داریم و تراز سرمایه منفی داریم. حالا من یه سوال از شما دارم، ایران با این تفاسیر به نظرتون توی ترازای حساب جاری بین المللیش و توی ترازای حساب سرمایه‌ایش منفیه، مثبته؟ اگه بتونید برید تحقیق کنید، عددش هم در بیارید، کامنت بذارید، خیلی ممنون میشم. توی قسمت بعدی میخوایم به راه حل برسیم، به راه حل قسمت‌های بعدی، نه فقط یک قسمت. بگیم آقا مثلا شما الان خودتون فکر کنید توی 5 سال آینده یه راه حل اقتصادی، یه فرمول خوبه، البته نه یه خطی، بخوایم بچینیم چیه؟ و راه حلم اقتصادی باشه. خب چون ما دیدیم طی تاریخ اتفاقهای بزرگ سیاسی و حکومتی لزوماً با تغییر و چپ کردن نظام قبلی شکل نمیگیره. بعضی وقتا از یک سری اصلاحات ساده یک سری تغییرات بزرگ شکل میگیره. و من فکر میکنم ما الان توی ایران توی یه برهه‌ای هستیم که نمیخوام بگم بقیه مسائل مثل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اینا مشکل نداره، اونا هم مشکل داره، ولی فکر میکنم مشکل اصلی ما اقتصادمونه، اقتصادی که در انحصاره. بیایید فکر کنیم واسه 5 سال آینده، واسه 10 سال آینده چه راه حلی واسه این اقتصاد داریم؟ اگه میخوایم به سمت اقتصاد آزاد بریم، باید چه جوری بریم؟ چه فرمولی بچینیم؟ چه تمهیدات و زیرساخت هایی نیاز داریم؟ و علاوه بر بحث این که آزادش کنیم، دیگه چه ادویه هایی باید به این اقتصاد بزنیم که کار درست در بیاد؟ این شد قسمت 7 اقتصاد کلان. امیدوارم این قسمت مفید بوده باشه. میبینید که طولانی میشه، چاره‌ای هم نیست، بحث گسترده‌ایه و همین الانش هم خیلی حرفا رو نزدم، خیلی چیزا رو میخواستم بگم و نگفتم به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه، خسته کننده نشه. به زودی خیلی کار داریم. سابسکرایب رو حتما مطمئن شید که انجام دادید، نوتیفیکیشن هم بزنید هر ویدیو میاد با خبر شه، و لایک هم که با این کامنت هم دیگه خودتون میدونید. دمتون گرم، مرسی که تا این ویدیو همراهم بودید. امیدوارم مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعد، بدرود.